سلام بینندگان عزیز، امروز پنجشنبه 17 ایون و برنامه اخباری آزادی است منظورتون. طی 15 دقیقه دیگر عبدالله اشرف هستم میزبان شما. حالا مرور میکنیم به سرخطی موضوعهای برنامه امروز. 4 نفر خانه نو گرفتند، بقیه منتظر کمک هستند. ویرانه‌های سیل در شهر کلاب پورا رفع نشده است. مورال یگان آدمی کلاب دستگیری نمیکنه دستگیری. رئیس شهر میگه ای دستم چی میگه؟ ابراهیم رئیسی روحانی محافظه‌کار و یا قاتلی که امکان دارد پرزیدنت جمهوری اسلامی ایران شود. محمد جانوف ساکنی ترسونزاده میگوید با تهمت ناحق تجاوز جنسی جیان 4 سالش 100 روز در زندان بود. گودک تمام شدگی گفت تا امی ماتکا پتکش دریده رفتگی خواه گفت میمورد گفت. رئیس تازه تعیین حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان میگوید این حزب حکومتی نمی شود. قیام الدین عزیزوف روز 17 ایون در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت ادعاها درباره حکومتی شدن این حزب درست نیست و افزود اینکه اکنون حزب حکومتی و به جناح‌ها تقسیم می شود ادعای بی اساس است. رحمت الله زایروف رئیس سابق حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان روز 26 می امسال گفت که از مقامش استعفا داده است و قیام الدین عزیزوف جایگزین او می شود. بعد این رسانه ها گفتند که با رفتن زایروف که از منتقدان حکومت است این حزب پیروی سیاست های حکومت می شود. ضرر سیل روز 11 می را در کلاب که دهها خانه و کوچه ها را ویران کرد و چند کشته بر جای گذاشت بیش از 4 میلیون دلار حساب کردند. پرزیدنت امام علی رحمان چند پیش با ساکنان ضرر دیده کلید خانه های نوساخت را تقدیم کرد، اما قسمت میگویند 1 ماه است منتظر کمک هستند و کسی به سراغشان نمی آید و نه همه توانستند عرض خود را به پرزیدنت رسانند. گزارش محمود جان رحمتزاده از شهر کلاب. آثار سیل تا حال از خانه قربانای توریوه ساکنی محله دمینزاده شهر کلاب گم نشده است. 2 اتاق خانه‌اش در سیل 11 می ویران شد. 2 اتاق دیگر صدموی است. میگوید تا حال برای ترمیم خانه‌اش کمکی نگرفته است. پرزیدنت هم روز 15 ایون تا 100 متری خانه‌اش آمده کلید خانه‌های نوبنیاد همسایه‌اش را داده است. میگوید میخواست عرضش را به پرزیدنت گوید اما نتوانست. این مسئله در زواده نمیگه سه خانه را گفتن که شده یا گفتن که یگان تصابوس نروی نمیگه زنکوی همسایه خبر آوردن که ممکن نیست. از سیل ماه گذشته 1 ماه سپری شد. مقامات گفتند که ارزیابی خانه های ضرر دیده را تمام کرده به محتاجان کمک رسانیده اند. پرزیدنت هم بعد 1 ماه به اینجا سفر کرد. رفتادنش دستگیرتون بکنیم. ما 3-4 سال عادت میکنیم خانه‌تان از بیشتر دناز بشه. این سخنان را در ملاقات با ساکنان گفت. برخی ساکنان گفتند میخواستند به پرزیدنت از نرسیدن کمک ها گویند ولی نتوانستند. مورال یگان آدمی کلاب دستگیری نمیکنه دستگیری. رئیس شهر میگه ای دستم چی میگه؟ میگه محترم رئیس شهر همین خونه همسایه اومدیم نمیخوام بتروی ما را ببینیم ما اینوری 3 نفر 4 نفر اینوری 3 نفر در دوش من میگم من بخوام ای دستی من هیچی نمیام. بعد فلاکت طبیعی مسئولیت بازسازی و ساختمان خانه های آسیب دیده را تشکیلات و اداره های دولتی به دوش گرفتند. این خانه ها را وزارت کارهای داخلی بنیاد کرده است. با گفته حکومت تاجیکستان سیل در ماه می به کلاب برابر به 4 میلیون دلار آمریکایی زیان رسانده است. محمود جان رحمتزاده، آزادی، کلاب. محمد جانوف یک جوان از ترسونزاده میگوید با اتهام ساخته تجاوز جیان 4 سالش 100 روز در زندان بود. بعداً گناهش را خواهرش بر دوش گرفت و پرونده او قطع شد. حالا میخواهد آنهایی که او را شکنجه کردند جزا بگیرند. پیچ و تاب قضیه در گزارش همکارم شهلا عبداللهیوه. این جوان 34 ساله با اتهام تجاوز جیان 4 سالش بیش از 100 روز در بازداشتگاه بود. او را بعد رسانه شدن خبر دسترازی به طفل در ترسونزاده بازداشت کردند. مادر کودک ادعا داشت که دخترش را در خانه شوهر سابقش ماه ایون سال گذشته تجاوز کردند. محمد جانوف امکی کودک که چند پیش به آزادی برآمد این ادعا را رد می‌کند و میگوید او را شکنجه کردند.
تا گناهی نکردهش را به دوش بگیرد. دستم قفا کردن از زبانه پلاستماسی زدن، بعد حق گرفتن زدن بعد اوجی من داد زدم گفتم که من کردم همین کارا. به ضد محمد جان با اتهام تجاوز پرونده باز کردند ولی بعد مدت از آن دست کشیدند. در قرار قطع پرونده گفته شده است که در کردار او علامت‌های جنایی دیده نشده است. محمد جان محمدجانوف میگوید او را تنها بعد آن آزاد کردند که خواهر بزرگش بر دروغ گفت با سبزی بکارتی برادرزاده خردسالش را دریده است. اپم بیچاره ما را ترما نشوه گفته خودش همین داینده زد که گفتم ما سبزی زدم. ادینه خان حیدر و خواهر محمد جان را ماه ینور امسال دادگاه ناحیه سینا برای ویران کردن بکارت جیانی خردسالش به 11.5 سال زندان محکوم کرد. مشکل در این خانواده بعد آن سر زد که کلین سابق دخترش را برای چند روز به خانه بابا و بیبی پدری فرستاد. بعداً به مقامات شکایت برد که خویشاوندان سابق شوهرش به ناموس دختر 4 ساله او تجاوز کردند. ادعایی که بابای دختر رد میکند. عبدالحی محمدجانوف میگوید نبیرش از زمان تولد خونروی داشت و آن گاه تکرار میشد. به گفته او عروس پیشین خانواده برای انتقام گرفتن به آنها تهمت زده است. ملیسا گفت امیخیل اکا گفت گودک تمام شدگی گفت تا امی ماتکا پاتکش دریده رفتگی خواه گفت میمورد گفت امی گپور زد من خیرا شوک دغلط دیدم ده نخود که گفتم این ای گودکیش امی کسلی داشت از این. یک پزشک زنان به رادیو آزادی گفت در واقع در تجربه چندین سالش مشاهده کرده است که در برخی از دختران خردسال هم خونروی کوتاه می شود. مادر کودک میگوید کودکش چنین بیماری نداشت و تشخیص تجاوز شدن فرزندش را تصدیق کرده است. در تشخیص آمده است که پرده بکارت کودک دریده است. خبر دستدرازی به کودک 4 ساله در ناحیه تورسونزاده جامعه را تکان داده بود و کاربران و فعالان شبکه‌های اجتماعی با مراجعت از مقامات خواستند قضیه تحقیق شود. در تاجیکستان تجاوز به ناموس به خصوص با نابالغان جنایت سنگین به شمار می رود و برای این کار از 2 تا 20 سال زندان یا زندانی یک عمری پیش بینی شده است. در ایران روز 18 ایون انتخابات پرزیدنتی برگزار می شود و ابراهیم رئیسی 60 ساله روحانی که در قتل هزاران محبوس سیاسی نقش دارد نامزدی اصلی است. روز گذشته 2 نامزد به مقام رئیس جمهور از سبقت دست کشیده از جانبدارانشان خواستند بر رئیسی رای دهند. موضوع را شهلا گلخواجه ادامه می دهد. ما نه انگشت مفسدان از بازو دست آنها را قطع خواهیم کرد. این پیام ابراهیم رئیسی رهبر حکم قضاییه ایران است که همچون داوطلب اساسی کرسی پرزیدنتی جمهوری اسلامی در انتخابات 18 ایون به شمار می رود. بسیاری ها حاکمان روحانی ایران را با آن متهم می کنند که از ثبت نام داوطلب های معتدل و اصلاحات طلب خودداری نموده راه را برای پیروزی رئیسی فراخ کردند. این نشون میده که خامنه‌ای چجوری عمد داره اصلا بچزونه. یعنی یه کسی که معروف به جان ستاندن، شما توی رقابت‌های انتخاباتی هم دیدید روحانی برگشت گفت این ایشون تو 4 دهه گذشته جز آدمکشی کاری نداشته. یعنی اصلا معروف به آدمکشی. در سالهای 80 عصر 20 رئیسی به حیث دادرس هزارها محبوس سیاسی را به اعدام محکوم کرده است. بعد انقلاب اسلامی سال 1979 او با تعقیب مخالفین مشهور شده به مقام‌های بلند دادگاه ایران پیشبری گردید. او و تیم اونها که بخششون معروف بودن به تیم مدرسه حقانی، اونها که وارد دستگاه قضایی میشن برای قلع و قمع و حذف میان، برای اینکه بدون طی مراحل دادرسی عادلانه بشه زودتر هر ناخالصی رو از انقلاب حذف کنه. به همین خاطر اونم عضو هیئت مرگ شده بود و حرفش تعیین کننده بود. واقعا فاجعه باره که کسی که باید مورد محاکمه کیفری برای جنایت علیه بشریت قرار بگیره مسئول دستگاهیه که در واقع باید نقش دادخواهی و دادگستری رو ایفا بکنه.
انتخابات پرزیدنتی 18 ایون در شرایط تحریم‌های آمریکایی، سرایت سراسری کووید 19 و فشار اقتصادی که باعث نیرومند شدن افکار اعتراضی گردیده است دایر می شود. در حالی که پرزیدنت آمریکا جو بایدن برای احیای سازش هسته‌ای ایران با کشورهای ابرقدرت عالم از سال 2015 هم تلاش دارد، رئیسی تقاضا کرده است که تمام تحریم‌ها لغو گردند. پرزیدنت پیشین آمریکا دونالد ترامپ آمریکا را از سازش هسته‌ای با ایران بیرون کشیده جمهوری اسلامی را زیر فشار وزنین‌ترین قرار داده بود. در این بین رژیم ایران به تعصب بیشتر روی آورد، به ویژه اثنای تعقیب اعتراض‌های سال 2019 هم. این مجموعه وقتی به کشتار اعتراضات آبان 98 میگن حجامت نظام، برای اداره نظام هم کسی رو نیاز دارن که حجامت بلد باشه. به نظر من آقای رئیسی اون حجامت رو بلد. شرایطی که روحانیان محافظه‌کار تشکیل کردند احتمال پیروزی بدون رقابت رئیسی را فراهم می‌آورد. از این رو فعالان دعوت دارند که انتخابات بایکوت شود. در یک نظرخواهی اگنتی نظرسنجی دانشجویان ایران همگی 37% مردم دارای حق آوازدهی تصدیق کردند که در رایدهی شرکت می‌ورزند. با آغاز فصل تابستان و رسیدن حاصل نو در تاجیکستان معمولا نرخ میوه، سبزیجات و دیگر انواع مواد غذایی ارزان می شود. اما یک مشاهده خبرنگاران رادیو آزادی در بازارهای دوشنبه نشان داد که بالا رفتن نرخ 5 نوع محصولات نیاز اول ادامه دارد. تفصیلات موضوع در گزارش نگارای فضل‌الدین. سبزی، کارتوشکا، روغن، تخم شکر، 5 محصولات نیازی اولیه که سبقت بالاروی قیمت‌هایشان در بازارهای تاجیکستان تا حالا حتی موسم حاصلخونداری ادامه دارد. حالا به اصطلاح در این سبقت در بازارها نرخ سبزی به طور بی‌سابقه به مقام اول رسیده است. 1 کیلو سبزی 10 تومان دقیقه. نرخ سبزی یک ماه پیش وارد سبقت بالاروی با دیگر محصولات نیازی اولیه شد. تا آن زمان هنوز جمع‌آوری حاصل نو شروع نشده بود. 1 کیلو سبزی تا 3 سومانی قیمت داشت. خورینه سبزی هم خلق خلادین از اون جمله ما خلادین جمع‌آوری کردیم 70-100 هزار سوم سوختیم. امسال نزدیم، هیچ کار ذخیره نکرد. برای هم که سبزی خودش بالا رفت. جمع‌آوری حاصل نو قیمتی کارتوشکا را از 5 تا 3.5 سومانی پایین آورد، اما به نرخ‌های قبلی برنگرداند و این مانند قیمت 1 کیلو شکر که نیز 10 سومانی بالا رفت همان گونه باقی مانده است. روغن رستنی همکنون برای همه قشرهای جامعه قابل دسترسی نیست. روغن خیلی وقت شد که گران شده است. ظرف 1 لیتر پیشتر 13-14 سومانی بود، بعدم به 18-20 سومانی بالا رفت. حالا باشد مرزی 20 سومانی را هم عبور کرده است. نفقه من 330 سومانی است. اکنون تصور کنید که با این نفقه و با این نرخ‌ها چگونه باید یک ماه زندگی کنم؟ سال گذشته 2020 روزهای تعلقه از همگیری کرونا ویروس قیمت ارد از 160 سومانی تا 250-300 سومانی بالا رفت. روزهای تعلقه گذشت، اما نرخ یک خلطه ارد 50 کیلوگی دیگر از مرز 200 سومانی پایین نشد. سبب بلندشوی محصول‌ها که اینا یک منبع گلوبالیزاسیون جهانی دارند. یک جمهوری تاجیکستان، یک منطقه، یک نمود نرخ وابسته. ما هم از همسایه‌ها وابسته ایم. طبق آمار رسمی قیمت محصولات نیازی اولیه در تاجیکستان در سال 2020 تا 42% بالا رفته بود. مقامات این روند را به همگیری کرونا ویروس ربط می‌دهند، اما تحلیلگران بالاروی قیمت‌ها در بازار را به کاهش تولیدات و عدم رقابت سالم مربوط می‌دانند. این گزارش آخری برنامه امروز بود. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. دیگر گزارش های ویدیویی را در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب می توانید تماشا کنید و در سامانه رادیو آزادی.org مطالعه کنید. تا ملاقات بعدی، خداحافظ.